بازم سلام برادر عزیز. چلی که وعده داده بودیم برای پیوند، اینمو برای پیوند تیار. همجا یک چند تا سیب جنگلی های، یک تا دو تا دیگه سیب بوز بالای قدری قوسن. نه همینا رو همینجا بریدیم. نمیدونم بعد بریدن ما اگر کارمندان جنگل ما را جریمه بندن یا کی یگون چی یا نزدیک خونه نیستن. اینجا زمینه پایان خونه دیها در پایان مود بالاتریم. همین سوی بوز بالا سر کردیم. بریدیم سوی نمی گرفتن. بعد سراشون کسی بریده بود. از این نشانتون میتیم. یا شاخی بلوش این بریدگی پرنه پیرونه قوقای همین در این بلو بدن دت سیتا این خیل همین را بریدیم. یا دیگریش نه یک تا دیگر شیشه بود یک ای پرنه در اینجا پیوند نمیخپه. برای همین 10-15 سانتیمترش بریدیم. در همینجا میخوایم که پیوند کنیم. اگر پیوندی ما بچسبه انشاءالله که صدقه در راه رضای خدا. برای پیوند داریم یک تا اتیورکای تجدید کردگی، یک تا کورچه کیپروکی نوش میگن، کانسلیارسکی نوش، یک تا استریچ برادر این استریچ این هم استریچ دروزه برادر ما اکبرشاه بنزپیلا قطعی بریدیم همه پری افتول شده. برادر اکبرشاه همین اینقدر دراز بود، یک تا نو بود بگیم. برادر اکبرشاه برای ما روان کرد صدقه. ما هم امیره بریدیم هم خیلی 6 دانه شد. 6 دانه هم خیلی کلان میده 6 دانه شد. 4 دانه شد با بعضی یور رفیق خیلی بیستم که بینیمون 4 دانه شد با بعضی یور رفیق همسایه و دیگر رو دادیم با شرطی که گفتیم که برای پیوند هم چخیل بگم وای مخصوص چیزی که برای پیوند کردن هست کمتر قیمت تره. در جاهای ما خریدنش کمتر قیمت تر برای هم نخریدیم با همسایه و دوستا رو تقسیم کردیم. گفتیم که این برای یگان 300-400 تا سیب میرسه و گفتیم که باید همیره که دادیم برای برادر گفتیم که باید همیره 50 دانه سیب صدقه پیوند کنی، خواه در خونه کسی باشه خواه در جنگل خواه بیرون زمینه نزدیک حولگی صدقه. و در این صدقه برادر ما اکبرشاه باید خوش باشه. در حق ارباها اگر کسی خورد چیزی خورد انشاءالله بهترین صدقه ای. و خودمون دو تا موندیم خیلی پیوند کردیم. یک تاش بوز چیده است یک تا دیگر داریم. خیلی که وعده دادیم ولی دو تا سیب غوث ای نو سر کردگیم باید 1000 سیب نو 1000 پیوند و کمیش باید بکنیم. هی بازم میبینیم زورمون چند میرسه 500 میرسه یا که 800 میرسه یا که 100-200 که همش نشان نمیتیم برای که وقتی بسیار میگیره نگه حرکت میکنیم که یک کم زیادترش نشان تیم که هم پیوند کردیم بیرون نزدیک حولگی بیرون نزدیک حولیمون نزدیک حولی را هم بریدگی هم سیور رو نشانتون میتیم. شروع میکنیم با پیوند کنی گفی بسیار نزنیم بردارو. یه جمونیم انا همینا هستن نوده های پیوندی. این سیبی خوبونی های سیبی سرخی کلان جدو کردگی ای سیبی که پورینه کلان گرفت ای همو گرفتگیم وردگیم. بردارو کسی که پیوند همه ما میدونیم برای هم نزدیکتر میام. کسی که ندونه باید که حرکت بکنی. ما کنده پیوند میکنیم کنده پیوندی بابیگی نی کنده پیوندی بابیگی هم میکنیم در دیگر درخت ها حاضر کنده پیوندی دیگه خیل من همین خیل باید یک بار کرچه خطی ببریش خیلی دو بار میشه نداره باید یک بار خطی خوب تره یک بار بریدیش هم خیل
یک طرفه شد، یک طرفش پوستش کمتر گرفتن دکور، همین خیلی طرف دیگرش بیسته، درازش نمیگیریم 15 سانتی متر 20 سانتی متر همین قدر بس های میگیریم همین جایی که پوستش آسیب دیدگی نباشه، نه اینجا کمتر آسیب دیدگی پوست ایره نمیگیریم، جایی که پوست ایستادگی این ارده هم میسته آینده سیب میشتگی است، ایره باید همیشه همین خیلی بشکنیم بهتر میشه که تنش غاز شود. بعد همیشه کمتر ترش میکنیم، تر کردن بسیار خوبه که تر میسته، وقتی که بریدی شمال نمیزنش خوب نمیشه. همیشه با کورچه همین خیلی میبریم خط نی پایان فقط پوسته، بعد ایره میمونیم پایوندیمون میمونیم خیلی یک خطیگش میکشیم که رزمیر همی باشه، رزمیری همین باشه. بعد اون کورچه بریدیم. نه یک اترکای دیگه ایران تچید کردگیم، توزه کردگیم، ای روغن بیزجیری کردگیم، یعنی روغن نداره، برای مخصوص برای همین ایره ما همیشه پوسته باید ای تنای درخت جدا کنیم. من همین خیلی پوست باید همش جدا شود، همش که جدا شد یا برگر ترک کنیم در همینجا بزنیم که با طرف پایان لغت میکنیم، پایان میبریم که با خود بیسته. اینا پیوندی ما انشالله تیار در کنده یک تا دو تا سه تا چهار تا یا پنج تا شش تا پیوند میکنیم. اینجا نزدیکتر که باشو ببینه، اینا خیلی جداش میکنیم. اینجا پوستای تنک هم هستن، هم پوستای تنک همش گرفتن دکور میمونه در تنای درخت یک آوی ملایم رنگی مثل خف مثل ژله همون میمونه. تمام ایره میگیریم اینجا زیر میکنیم تا جایی که محکم شود بخوادتر بشه. اینا تا همجوره سختش میکنیم. اینا برادرو همین خیلی پیوند ادامه میدیم. دو تا شد سه چهار پنج تاش میکنیم بس. اینا که بچسبن باز میبینیم در آینده اگر اینو نچسبن باز تیر ماه در جو پیوند تابستون در تنش پیوند میکنیم، برگ پیوند میگن. کدومش که چسبید ایش هم بچسبه و ایش هم چسبه این بهترین کار میشه. های برادرها ما پیوند ادامه میتیم، پیوند کردن تموم کردن باز نشانتون میدیم. اینا برادرها دو تا چهار تا پنج تا پیوند کردیم. های سلفانی برادر یک برشو پیشوندن میگیریم. سلفان تنکه رولانش بسیار های برای همون به یگون کم بود، به یگون مردگی کردن پیشوندنش میگیریم که بخواد بیتر میشه. توقع این طرف نه بالاش هم میپیشونیم باشو. خیلی محکم انشاءالله که با دل صاف بچسبه. اگر
کسی خورد چیزی که خورد در راه رضای خدا صدقه در راه الله در حق ارواح‌های کسی که تماشا میکنه کسی که سلفان روان کردگی و دیگرها زنده باشه برادر عزیز به خاطر صدقه لایک فراموش نکنی در امان الله باشه آینده باز پیوندها بسیار داریم باز میخریم خیر